امروز در درس فقه درباره نجاست ها صحبت میکنیم. چی چیز نجاست است و نجاست ها را چه خیل باید شسته شود. عموما اولا درباره نجاست ها صحبت کنیم. پیش از همه هر چیزی که از بدن انسان خارج می شود و با خارج شدنش طهارت انسان را می شکند یا اینکه برای انسان غسل را فرض می کند، آن چیز نجاست است. یعنی هر چیز که از بدن شما خارج شد طهری دارد، یعنی اثر دارد و با خارج شدنش طهارت شما شکست یا که شما باید غسل کنید، در این وقت برای شما فرض است که آن نجاست را از بدن خود تازه کنید. یعنی برای شما فرض می شود که آن نجاست را از بدن خود بشویید. اکنون وقتی که از بدن ما خون خارج می شود، پیشاب خارج می شود، اخلات خارج می شود، چرک و فساد خارج می شود، قی خارج می شود یا اینکه منی خارج می شود یا مزی خارج می شود، برای ما طهارت کردن و بعضا غسل کردن فرض می شود. پس اینها همه چی هستند نجاست هستند که برای شما شستن آن از بدن فرض است. یعنی برای مسلمان شستن خون از بدنش، شستن پیشاب، شستن اخلات، شستن چرک و فساد، شستن قی و این چنین در وقتی هم خوابه که وقتی منی خارج می شود یا مزی در وقت شهوت خارج می شود، شستنش فرض می شود. اینها همه نجاست هستند وقتی از انسان خارج می شود. فقط خونی خیلی کمی که از بدن خارج می شود یا بالای زخم کمی از چرک و فسادی که از حد کم از خارج می شود، اون در نزد تمامی مذهب ها از اینکه جاری نیست، بخشیده شده است و باکی ندارد. پس نجاست چیست؟ هر چیزی که از بدنت خارج شد و خارج شدن آن برای تو طهارت را و یا غسل را فرض می کند. از این می براید که شیر مادر یا شیر زن اصلا نجاست نیست. بعضی از سوالی که اکثریت می دهند آیا شیر بدن را نجاست می کند؟ شیر وقتی که از زنی شیر دهنده بیرون می شود برایش طهارت فرض نمی شود، غسل فرض نمی شود. پس شیر نجاست نیست. یا بعضیا میگن از حد زیاد من بلغم میپرتایم در وقتی گریپ و سلفه بودن، آیا طهارتم شکست؟ نه، بلغمی که شما سلفیده میپرتاید و طهارت شما رو نمیشکند، پس خودش هم نجاست نیست. یا آبی بینی یا آبی چشم، عموما اینها که طهارت را نمیشکنند نجاست هم نیستند. همون چیز نجاست است و اون رو باید شما از بدنتون بشویید و با اون نماز خواندن ممکن است و حتی گشتن ممکن است، چون برای مسلمان همیشه از نجاست خود را پاک نگاه داشتنش فرض است. اون همون چیزهایی هستند که با برآمدنشان برای شما طهارت یا غسل فرض می شود. پس چی گفتیم؟ اما خیلی کمی فقط از خون یا اینکه کمی از فساد باکی ندارد، اما کمترین پیشاب هم کمترین اخلات هم وقتی میبراید باید شسته شود. اینجا درباره باد صحبت میکنند که او طهارت رو میشکند و نجاست است. باد خیلی میدانید چیزی است که دیده نمیشود و یگان اثر به لباس نمیگذراند، برای همین طهارت میشکند و به یگان لباس ما از آن اثری که هم نمیماند. این چیز نجاست گفته نمیتوانیم. درباره حیوانات چی؟ اینجا گپ می رود درباره حیوانات. و وقتی خواهران عزیز یک بار من همین مسئله دیگر رو هم گفته گذارم، وقتی میگویم پیشاب نجاست است، قی نجاست است، خون بینی نجاست است، خون حیض نجاست است، اما انسان هایی که همیشه سلس باول مثلا کسلی دارن که همیشه پیشابشون ریخته می استد، یا الله نگه دارد بعضی خواهرانی که همیشه خون دیده می استند، یا بعضی کسلی های خیلی وزمین است که حتی فقط اخلات از آنها خارج شده می استد. اینها چیکار میکنند؟ اینها حکم معذور را دارند. یعنی اینها بیمار هستند که همیشه که تازه کرده نمیتوانند با همین احوال نماز خواندن میگیرند. یعنی یک زنی که همیشه از او خون جاری می شود، او همیشه بی نماز میگردد. این گپ خطا هست. در فقه اسلامی در زمان پیامبر هم بود و حضرت عایشه میگن زینب دختر جحش
همسر پیامبر از زنهایی بود که تا چند ماه همیشه حیض میدید، یعنی استحاضه خون میدید، اما نمازهاشو میخوند، حتی در مسجد اعتکاف هم مینشست ولی زیر پای خود چیزی میگذاشت تا که مسجد رو نجاست نکند. پس خواهرانی که یا حتی بعضی مردهایی که بیماری دارند که از آنها یگان نجاست خارج شده می استد، آنها حکم الهیده دارند، آنها صاحب عذر هستند و نمازشان رو حتی خارج شود هم خواندن میگیرند. و عجیبش این است که امام مالک چند سال آخر پیش از مرگشان به بیماری سلسبیل گرفتار بودند، یعنی پیشاب ریخته می استاد، با اون هم هیچ نمازشان را ترک نمی کردن، فقط می گفتن من از مسجد روی خود داری می کنم تا که مسجد را نجاست نکنم. اینجا وقتی گفتیم هر چیزی که از بدنت خارج می شود و طهارت و غسل برایت فرض می شود نجاست است، از کودک باشد چه از کودک هم، کودک وقتی قی می کنند نجاست است مگر اینکه شیر برگرداند. یعنی این رو پیشتر هم گفته بودیم، بعضا کودک وقتی از مادر شیر می خورد در همان لحظه نفس میزند و کمی شیر میپرتاید و عیناً همون شیر مادر رو میپرتاید که از اینکه معده اش پر شد به معده اش هم نرفته از گلویش برمیگردد. انشالله اون نجاست نیست، برای اون که اون شیر خالص است. مثل اینکه شما بعضن آب رو از حد زیاد خوردید گشته کمی آب از دهانتون میآید و یگان خیلی قی نیست. انشالله وقتی که فقط شیر از او خارج شد، یعنی در همون لحظه که شیر خورد و یک بار برداشتید نجاست نیست، اما قی کرد که مثل جرغوتک است بوی ترشی دارد، آن چه است نجاست است و باید لباستون رو شوید، با اون لباس نماز خواندن ممکن نیست. پیشاب هم عیناً همین خیر، یعنی در ما بعضی زنها گویا که پیشاب کودک نجاست نیست معامله میکنند. پیشاب کودک هم مثل پیشاب انسان بزرگ نجاست است، فقط در نزد جمهور با حدیثی که خطا نکنم اون هم در صحیحین بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیحین است که میگویند به پیشاب پسرچه آب ریخته میشود، پسرچه که فقط شیر مادر میخورد، اما پیشاب دخترچه رو میشویند. یعنی پسرچه اگر فقط شیر خورد دیگر هیچ چیز نخورد، به جای اگر پیشاب کرد بالایش فقط آب ریزد و این نجاستش از بین میرود. برای اون که از طب هم این چیز اثبات شده است که پیشاب پسرچه که فقط شیر میخورد تقریبا جرثومه یا ماده های نجاستی ندارند، اما پیشاب دخترچه که دیگر او آینده مادر میشود و کلا جسم او دیگر گون ساخته شده است، نجاستش بالا هست، میکروبش هم بالا هست و حتما شسته می شود. و لیکن در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه این رو فرق نمی کنن. یعنی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه تمام پیشاب ها، چه پیشاب کودک، پسرچه باشد دخترچه، انسانی بزرگ یک خیل است، همش رو باید بشوید. در قالین باشد قالین رو میشوید، در لباستون باشد لباس. در نزد جمهور میگن نه، چنانی که حدیث آمده است مادامی که پسرچه فقط شیر میخورد پیشاب اون نجاستش سبکتر است و اون آب ریزی فقط کفایه است. پس اینجا فرق نمی کند نجاست از کودک است یا از زن یا از مرد، همش نجاست است و شستن نجاست برای مسلمان فرض است تا اندازه ای که عذاب قبر رو پیامبر گفتن از اینکه خود را از پیشاب تازه نگاه نمی داشت. یعنی بعضی زنهای مسلمان، زنهای با نماز، بعد از کودک دار شدنشون اهمیت نمی دهند که کودک به کجا پیشاب کرد، کودک به کجا قی کرد، گویا که تمام من فرزنددار شدم همه چیز به من حلال است. نه، تو مادر هستی، آره کودک معده داری، ولی تو مسلمانیت و چیزی حلال و حرامت با تو همیشه میماند و تو باید به این تازگی نگاه کنی. در یگان جا نآمده است که مادر میتواند با لباسی که به آن پیشاب رسیده است بی پروا بگردد، مادر میتواند خانه به کجا کودک پیشاب کرده باشد هم اهمیت نداده، هیچ گونه خانه‌ای در ما میگن بچه یاشدار باکی ندارد، کودک معده دارد باکی ندارد نمی شود. یعنی حتما باید خانه مسلمان از این نجاست ها پاک باشد که حتی پیامبر عذاب قبر رو گفتن به سبب اینکه از پیشاب خودش رو تازه نمی کرد که این چی است؟ این فرض است، یعنی برای مسلمان فرض است و این یک تنبلی هست که در شرایطی که علل خصوص در مهاجرت داریم با این همه آسانی، اگر دهات بود چیز دیگر ما تماما باز به نجاست کودک اهمیت ندیم یا به نجاستی که در خانه می شود اهمیت ندیم. این درباره چی بود؟ چی چیز نجاست ها است از آدمی. اما از حیوانات چی؟ یعنی چی چیزهای حیوان نجاست است؟ درباره حیوانات مسئله کمی وسیع هست و وقتی می بینید
میگوید که چقدر فقه اسلامی وسیع است. در نزد اکثریت علما و حتی بعضی از علمای احناف هم مانند ابو یوسف و امام محمد، هر حیوانی که گوشتش را خورده می شود پیشاب آن نجاست نیست. یعنی حتی در نزد شاگردان قوی امام ابو حنیفه، در نزد امام ابو محمد و ابو یوسف هم و در نزد امام مالک، امام شافعی، امام احمد، حیوانی که گوشتش رو میخورید مانند چی؟ گاو، گوسفند، مانند شتر، پیشاب آن نجاست نیست. پیشاب آن نجاست نیست. و درباره سرگینش هم، یعنی اکثریت اینها که خیلی کمشون هستن که میگوین نجاست، حتی سرگین اون رو هم، یا گفتیم حتی اخلاط اون رو هم میگوین نجاست نیست. یعنی یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه اگرچه حیوان گوشتش را خورده شود هم سرگینش هم پیشابش نجاست است، ولی باسد رسید باید شویی. در نزد جمهور علما از این که گوشت آن خورده می شود و آن حیوان نجس نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم بار در مکانی که در آنجا حیوان ها نگاه داشته می شد حتی نماز خواندن، میگویند معنایش این است که اینها چی نیستن؟ اینها نجس نیستن. یعنی نه سرگینی آنها نه پیشاب آنها نجس نیستن. ولی ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند هر چی باشد هم انسان چقدر از حیوان قدر بالا دارد، از انسان که نجس هست از حیوان هم نجس است. ولیکن جمهور میگن آخر ما حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جایی که پیشاب حیوان رسیده شده بود، گوسفند و گاو و حیوان هایی که گوشتش را خورده میشده نماز خوندن، نجس نیست. اگر به این نگاه کنیم خیلی آسان می شود. یعنی اگر به قول جمهور علما نگاه کنید، آنهایی که گاو و گوسفند دارند برایشان خیلی آسان است، برای اون که یکی تپک به دستشان رسید یا که پیشاب گاو به آنها رسید نجاست حساب نمی کنند. اما درباره نجاست پرنده ها انشاءالله در درس دیگر و با باقی مانده بعضی از نجاست ها انشاءالله صحبت میکنیم.